بچه‌ها سلام، من ادیتور این پروژه‌ام. هر وقت اینو دیدید یعنی منو دیدید. یه راست میرم سر اصل مطلب. آنچه خواهید دید نمیذارم، چون اینکه خیلی فیلم‌ها کوتاهن، نیاز به آنچه خواهید دید ندارن. ما اومدیم. حالتون چطوره رفقا؟ برو کنار ببینم بابا. اسکوتر خوشگله. بچه‌ها گرفتمش. یه هفته نداشتم، دلم واسش تنگ شده بود. واقعا این فیلم جذابه بچه‌ها. از من به شما نصیحت از دست ندید. اولین تتو تو چند سالگی زدی؟ اولین تتومو فکر میکنم توی 18 19 سالگی. 18 19 سالگی. الان چند سالته؟ بچه‌ها خودشون الان 24 سالمه. 24 سال، یعنی 8 9 سال پیش. سلام جی. حالتون چطوره رفقا؟ یه چیز خفن گرفتم، قراره با هم یه نگاهی بهش بندازیم و همونو تتو بزنم. این جالب ترین قسمت قضیه است. برو بریم. پارکش کنیم. بچه اسمش جی اسکوتره. اسکوتر جی. قراره چی ببینیم با هم؟ اول اینکه بگم بچه این ویدیو آنباکس نیست. اصلا کانال من کانال آنباکس نیست. فقط خواستم این خوشحالی که رفته تو پاچم یه مقدارشو بکنم تو پاچت. بازش کنم ببینیم، یه وسیله است برای اینکه میتونه بهم کمک کنه ولاگای بهتر بگیرم، تارگت های بالاتر بزنم، تارگت های تتویی که شاید کنار دستم نباشه و خیلی دور باشه و ببینیمش. فهمیدی چیه؟ نه من قبلا بازش هم کردم، یعنی اینجوری قرار نیست صدای پلاستیک و اینا بشنویم. 1 2 3 1 2 3 همه بی خیال قصه. DJI نئو درونه جدید، یا همون هلیشات یا همون پرنده جدید شرکت DJI. البته بچه این توه، یه باکس واسش گرفتم، خودشم بهتون نشون بدم. اینا ببینید انقدر کوچیکه، اندازه کف دستمه، خیلی کوچیک و جمع و جور و باحاله. از یه سری از مزیتاش بهتون بگم و یه چند تا چیز کوچیک قسمت‌های منفیش که شاید دوست داشته باشی بخری و ازش استفاده کنی. تتویی هم که میخوام بزنم خیلی باحاله. خودم حال کردم، مثلا باورم نمیشه میخوام میخوام خودشو تتو بزنم. خود اینو میخوام تتو بزنم. با یکم تغییرات یکم دستکاریش کردم، شبیه یه پرنده جنگنده کردمش. جلوتر طراحیشو میذارم، طراحی که نه دیزاینش کردم، میبینی حالا متوجه میشی. بچه اگه ولاگری خیلی نیازت میشه، تو ایران هم هست، قیمتش هم نه زیاده نه بالا. برای کسی مثل من که خیلی آماتورم، واقعا اصلا صفرم روی پرواز دادن همچین پرنده ای. من نمیفهمم سبا وقتی بلد نیستی با چیزی کار کنی چرا اول میای ویدیو ازش میگیری؟ خب اول تمرین کن بعد بیا ویدیو بگیر دیگه مرد حساب. خیلی راحته چون اصلا نیاز به کنترلر نداره و همه مودهایی که میخوای روش هست. 6 تا مود روش داره که مثلا میتونه دنبالت کنه، میتونه از پشت دنبالت کنه، از جلو دنبالت کنه، میتونه دورت بچرخه واسه یه صحنه ویدیو بگیره، یه حالت اسپاتلایت داره، حالت مثلا بومرنگی، میره عقب یه ویدیو میگیره میاره واسه. 6 تا مودی که نیاز داری روش هست، کافیه روشنش کنی، مودو بهش بدی، دکمه رو بزنی، بره کارش رو انجام بده و برگرده پیشت. خب دیگه چون داره حوصله‌مو سر میره سرعت ویدیو رو بالا میبرم. اما از اون طرف با نرم افزارش خودت هم میتونی کنترلش کنی. اینش هم باحاله که اگه مثلا منی که مثلا همچین برنامه‌ای دارم میسازم و تارگت های تتو میزنم، میتونم کنترلش کنم، ببرم هر جایی که دوست دارم، تا 500 متر هم میره. هر جایی که دوست دارم یه ویدیو بگیرم، عکس بگیرم، صحنه بگیرم و برش گردونم. خیلی از این لحاظ مزیت خیلی بالایی داره. قسمت منفیش باتریش خیلی کم و کوتاهه. کلا نوشته تا 18 دقیقه ولی این رندومه، بین مثلا 14 15 دقیقه تا 18 دقیقه است. اونم بستگی به فرمتی، بستگی به اون کیفیتی که داره فیلمبرداری می‌کنی که بالاترین کیفیتش هم 4K 30 فریم برات فیلمبرداری می‌کنه و واقعا هم کیفیتش خوبه. نسبت این قیمتی که این داره. قیمت جهانیش الان $199 برای پک معمولی و استانداردش. توی جوابش هم هیچ چیز خاصی نداره، فقط خودشو یه شارژر با یه ذره از این استیکرها که من چسبوندمش رو اینم براش گرفتم. این جاشه که برای نگهداریشه. پرنده حساسی نیست،
سگجونه راحت بخوام بگم. من ریویو ازش یوتیوب زیاد دیدم، بارها به یه جا خورده، اتفاقی براش نیافتاده، محافظ داره برای پرهاش، اتفاقی نمیفته. یعنی واقعا ساخته شده برای آدم فوق آماتور. الان چیکار می‌خوام کنیم؟ من اومدم توی پارک، بچه‌ها من تو شهر دنیزلی ام، اومدم تو پارک، میخوام یه دوری تو این پارک بزنم، یکم با این ویدیو بگیرم براتون با اسکوترم، یکم ازش استفاده کنیم، یه چند تا صحنه اینطوری ببینیم ازش و بریم روی تتو. امیدوارم ویدیوهایی که برات میسازم یه چیزی بهت یاد بده و یه روزی یه جایی هم برات پولسازی بکنه. پس هادی گیدلم، let's go. نظرت در مورد درد تتو چیه؟ این سوال داره الانته. آره درد تتو الان اگه بخوام بگم که زیاده، ولی خب در کل بخوام بگم اوکی، چیزی که قابل تحمل همیشه. حالا میگم اینو فکر نمی‌کردم که درد داشته باشه این جای پا. هر چقدر که میگذره خودم چیزای جدید یاد میگیرم. اصلا آره. واقعا اصلا میگم بدنهای مختلف، جاهای مختلف، تو مثلا پاهات همیشه درد میکشی، گردن درد نکشیدی. آره گردن واقعا هر بدنی یه جایی به خصوص خودش. خب یک بارم روشن میکنم که ببینیدش. میخوام مود فالوشو بذارم. یه قابلیت دیگه باحالی داره، وقتی داره پرواز میکنه، من گوشیم داره ویدیو میگیره، گوشیت اگه کنار دستت باشه تو میتونی از گوشیت به عنوان میکروفون استفاده کنی و صدا رو برات ضبط کنه و یه جوری هم نویز کنسلینگ براتون میندازه. یعنی اصلا پرنده خودش یکم صداش زیاده، اصلا صدای محیط رو نمیندازه، صدای پرنده رو نمیندازه و فقط زوم روی صدای خودتونه و صدای خودتون رو ضبط کنه. یعنی با صدام شما میتونی اینو ضبطش کنی. برای اینکه بخوای روشنش کنی، من از مود فالو، یعنی از مودای خودش وقتی میخوای استفاده کنی، باید پرنده رو جلوت نگه داری که تو رو ببینه، که بتونه فالوت کنه. خب من الان مود فالو رو میذارم، دکمه عقبش دکمه خاموش روشنشه و دکمه بالاش دکمه‌ایه که مودو بهش میدی و یعنی تاییدش میکنی. خب بچه‌ها الان رو مود فالوه و ببینید قشنگ داره منو دنبال میکنه. بیا این فالو رو و این کار فالو رو خیلی هم خوب انجامش میده، واقعا خیلی خوب. یعنی اگه گمتون کنه دوباره، یعنی بیای تو صحنه و دوباره تو رو پیدا میکنه و دوباره دنبالت میکنه. حالت چطوره پسرم؟ خوبی؟ برای اینکه دوباره بخواد بشینه رو دستتون، کافیه دستتو ببری جلو زیرش و میاد رو دستت میشینه. تمام. الان من توی آلاچیقم و مودای دیگه‌شو نمیتونم استفاده کنم چون یه دونه است که دورم میچرخونه، یکم به فضا نیاز داره. آره اروا احمد. بریم اسکوتر رو برداریم، یه ویدیو باهاش بگیریم، ببینید و اضافه کاری هم نکنیم. بریم سمت تتو و ادامه کارا اصلی. مخلص. روشنش میکنم، بریم یه شب تو پارک بزنیم. پارک که میگم خیلی بزرگه های پارک و دور تا دورش هم از این چیزای اصلی دوان دورش یه مسیر باحالی داره و همش هم طبیعته. یکم پارک رو ببینیم، اینو ببینیم، خودم رو جوری اولین ویدیو میکنم ازش ببینم. نظر کلیت در مورد برنامه بچرخیم بکوبیم که تو شرکت کردی؟ برنامه بچرخیم بکوبیم و که هستم همیشه دیگه، از اول پایه بودم و تا آخرش هم هستم، چون بزرگ داریم میشیم توش. آره واقعا داریم بزرگ میشیم و حال میکنم هر چیزی که میذارم، چون یه خاطره که باحال همیشه برام. میدونی من خودم یکیشو دارم ثبت میکنم تو یوتیوب، من آره میکنم واقعا 5 سال 10 هستم. سال دیگه بشینیم به غیر از این که طرحاش باحال، همیشه ایده های باحالی میدی، حالا هر چیزی که بخواد باشه طراحی خوبی میکنی. واقعا فکر نمی‌کردم. آره من خودم فکر نمی‌کردم این بشه، ولی به غیر از اون این مثلا طرحی که میبینم یاد اون حال و هوای اون موقع میافتم و خاطره اون موقع، این خودش خیلی چیز باحالیه و زنده میکنه برام. از اونجایی که هر آهنگی بذارین کپی رایت میخوره، من در تمامی برنامه‌ها خودم خوندم.
چی بخونم جوونیم رفته صدام رفته دیگه گل یخ جوونه زد چی بخونم دیگه گل یخ جوونه زد. حالا دوباره کاش میشد میگفتی بگو من چی کردم وقتی قهری با من اشکم بزن من با کی بگردم تو اگه با من قهری من که آشتیم داره دنزنی عمر کاشتیم اگه بری از پیشم باز دوست دارم دوباره فدات میشم 100,000 بارم بگو دوباره فدات میشم 100,000 بارم. حاجی